واقعا چرا ازم بیشتر پول نمیگیری؟ از زمانی که یادم با مادر و پدر خدا بیامرزم هر هفته میرفتیم جمعه بازار کتاب و واسه اولین بار من در اونجا شاپور رو دیدم. شاپور اصلا یه فروشنده عادی نبود. هر کتاب ممنوع و نایابیو که می‌خواستی توی 3 سود واسط پیدا می‌کرد. 4 سال پیش دنبال کتاب خاصی بودم که این کتاب قوانین و رازهای ثروتمندان و گروه‌های مخفی رو توضیح داده بود. همون زمان قدرتمندان دنیا تمام نسخه‌اشو گرفته بودن تا دست افراد عادی نیفت. حالا آخر میگم چرا این کتاب واسه من مهم بوده. به شاپور زنگ زدم، اونم طبق معمول گفت انقدر واسم واریز کنه تا چند وقت دیگه بهت زنگ میزنم اگر گیر آوردم. اون زنگ زد. منم با عجله رفتم در مغازه‌شو، واقعا باورم نمیشد. ازش پرسیدم چقدر دیگه باید واسه واریز کنم و با لبخند گفت هیچی پسر جون. گفتم هیچی، این خیلی بیشتر از این حرفا میارزه. گفت پسر خوب، چند سال شما و خانواده‌تو میشناسم. اگر من گرون میگرفتم پدرت میومد اینجا یا اصلا خودت میومدی؟ گفتم که اصلا یک کاسب معمولی نیست، یه استاد واقعی و یه شخصیت کاریزماتیکه. اینجا داشت چیزی رو اجرا میکرد که بهش میگن LTV یا لایف تایم ولی، یعنی ارزش طول عمر مشتری. یعنی که فقط به فکر فروش یک باره نباشی. به این فکر کن که مشتری توی بازه زمانی که با تو در ارتباطه چقدر میتونه برات ارزش ایجاد کنه و در کل یعنی این که افراد در طول زمان بیشتر میتونن واسط مفید باشن تا فقط یک بار بخوای بهشون بفروشی. توضیحات طولانی شد و توضیحات کلاب صوتی رو توی کپشن نوشتم واسط.